سلام دوستان عزیز، اینجا غذای خانگی زعفران مقابل ستاد انتظامی و یه غذای خانگی که با دستپخت خانم ها آماده میشه. در خدمت یک زوج خوش‌ذوق و آشپز و هنرمند هستیم. خسته نباشید. خوب هستین؟ ممنون. سلامت باشید. خب خانم و آقای سرگزی، خب عرضم به حضورتون که تنوع غذایی خیلی بالایی دارید. خواستم خانم یه توضیحی بدن که چه غذاهایی رو سرو میکنید اینجا. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز سلام چابهار. ما اینجا غذای خونگی داریم که اگه شما نشون بدین قرمه سبزی بود، قرمه سبزی، قیمه بادمجون، فسنجون، نه مرغ زعفرونی، دلمه، چلوگوش، اکبر جوجه و زرش پلو بامون. کباب هم دارید درسته؟ بله، کباب هم کباب بزیز داریم، هم کوبیده و هم جوجه. بسیار عالی. بعد ساعت کارتون چطور هستش؟ ما از 12 پخش غذا داریم تا 4. 12 تا 4. بله. شبا که فعالیت؟ شبا نه، فعلا فعال نیست. فعلا خب یکی از خوشمزه ترین غذاهای خونگی رو در زعفران میتونید تجربه بکنید و من پیشنهاد میکنم به شما که از این غذای خانگی خوشمزه حتما تهیه بکنید و لذتش هم ببرید. خیلی متشکرم از شما. مرسی. ممنون.